با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. در این قسمت از آموزش‌های وبسایت گیمزکی قصد داریم که دیتای بازی‌های تحت نرم افزار اوریجین رو برای شما آموزش بدیم و چگونگی شناسایی بازی رو به این نرم افزار برای شما عزیزان آموزش بدیم. خب برای شروع این کار میبایست که نرم افزار اوریجین رو حتما آخرین نسخه اون رو دانلود کنید. همچنین نرم افزار اینترنت روک رو از قبل تهیه کرده باشین و اون رو نصب کنید و بعد از خریداری سیدی اشتراکی از مسئول فنی سایت یک یوزرنیم و پسورد رو اخذ بکنید و وارد نرم افزار اوریجین رو وارد میکنید و ساین میشید. خب قبل از این کار، چون نرم افزار اوریجین ایران رو تحریم کرده، باید حتما از یک فیلتر شکن استفاده کنید. خب اول کار از فیلتر شکن آیفون استفاده میکنیم و منتظر میشیم که کانکت بشه. خب نرم افزار اوریجین رو اجرا میکنیم. و منتظر میشیم که نرم افزار از ما یک یوزرنیم و پسورد رو بگیره. خب یوزرنیم پسوردی که از مسئول فنی سایت گرفتیم رو وارد میکنیم و ساین رو میزنیم. خب بعد از این که ساین شدید ازتون یک کد میخواد که اون کد رو باید حتما از مسئول فنی سایت اخذ کنید تا بتونید در اکانت ساین بشید. خب کد رو اینجا وارد میکنید و ساین رو کلیک میکنید. منتظر میمونیم که وارد اکانت بشیم و مراحل بعدی رو ادامه بدیم. خب میبینید که به خوبی وارد اکانت شدیم و بازی‌هایی که تو قسمت گیم لایبرری هست رو میتونیم مشاهده کنیم. خب بازی مورد نظر ما فیفا 17 هست و خب مراحل رو الان پیش میریم. خب در تب بالا قسمت اوریجین گزینه اپلیکیشن ستینگ رو کلیک میکنیم و قسمت اینستال اند سیو رو کلیک کنیم. برای اینکه بخوایم دیتای بازی رو به نرم افزار بشناسونیم تا از دانلود اون جلوگیری بشه، باید در این قسمت فایل بازی رو ما بسازیم و بذاریم یک مقداری دانلود بشه و محتویات گوشی دیتایی که از قبل تهیه کردیم رو تو اون قسمت کپی پیست کنیم. خب به عنوان مثال چنج فولدر کلیک میکنیم، دیتای بازی رو هر درایوی که دارید پیدا میکنید. این دیتای منه. اینجا من یه نیو فولدر میسازم به نام اوریجین گیم، کلیک میکنم و سلکت فولدر رو میزنم.
خب پیغامی میده که اون رو میتونیم کلوز کنیم و به قسمت گیم لایبرری برید. خب تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته. محل دیتای بازی رو مشخص کرد. خب یه گیم لایبرری کلیک میکنیم و روی آیکون بازی کلیک میکنیم. خب در قسمت روی دانلود کلیک میکنیم تا قسمتی از بازی دانلود بشه. خب منتظر میشیم که وارد دانلود بشه و اون رو دانلود کنیم. خب این سایز درایوتون رو میگه که باید حتما چک کنید که همه چیز اوکی باشه و روی I have read and accept کلیک میکنید. خب اینجا منتظر میشیم که مقداری از حجم بازی دانلود بشه. خب روی پاز کلیک میکنیم. خب روی پاز کلیک کردیم، باید وارد قسمت پوشه دیتای بازی که از قبل ساختیم میشیم. خب پوشه ساخته شد. به این قسمتی از فولدرهایی هم که الان دانلود شد رو مشاهده میکنیم. خب دیتایی که از قبل آماده کردیم رو در این قسمت کپی پیست یا حالا کات میکنیم. خب مرحله کپی پیست و یا همون کات تمام میشه، وارد نرم افزار اوریجین میشیم و روی پاز روی دکمه ریزان کلیک میکنیم. منتظر میشیم که دیتا به نرم افزار شناسایی بشه و مرحله نصب انجام بشه. خب میبینید که وارد مرحله نصب شدیم و بازی تکمیل شد. پیغام کامپلیت رو میبینیم و گزینه پلی برای ما ظاهر میشه. خب روی گزینه پلی کلیک میکنیم، بازی رو یک بار اجرا میکنیم و میبایست از بازی خارج بشیم. خب این مرحله رو ما انجام میدیم و در ادامه به آموزش میپردازیم. خب الان از بازی خارج شدیم و میبایست مراحلی رو برای اینکه نرم افزار رو از دسترسی به اینترنت خارج کنیم و بتونیم اون رو به صورت اشتراکی بازی کنیم انجام بدیم. خب اول کار نرم افزار رو روی تب اوریجین کلیک میکنیم و روی قسمت گو آفلاین کلیک میکنیم. خب نرم افزار وارد حالت آفلاین میشه و میبایست دسترسی نرم افزار اوریجین رو به اینترنت کلاً قطع کنیم. خب نرم افزار اینترنت بلوک رو اجرا میکنیم. توی تب رولز قسمت اد رو کلیک میکنیم، پروتکت اینترنت پروگرام رو کلیک میکنیم و نرم افزار اوریجین رو قسمت درایو ویندوز پیدا میکنیم و کلیک میکنیم. در قسمت اکشن اون رو در حالت دینای قرار میدیم و روی اوکی کلیک میکنیم. تا اینجای کار همه چیز خوب پیش رفته و کار ما تمام شده. از این به بعد میتونیم به راحتی بازی رو پلی کنیم و از اون لذت ببرید. امیدوارم از این آموزش بهره برده باشید. تا آموزش های دیگر شما به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.